یه قرص با نیمه عمر حدود 10 تا 12 ساعت، یه قرص با نیمه عمر حدود 4 تا 8 ساعت. وقتی که حرف از مشکل تمرکز میشه و وقتی حرف از کاهش علائم ADHD میشه، اسم این دو قرص به گوش شما آشناست: ویاس و ریتالین. ADHD یا همون اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی توی کودکان و بزرگسالان هستش که وقتی حرف از درمان دارویی این بیماری میشه، داروهای محرک سیستم مغز و اعصاب همیشه مطرح میشن که از بین این دوتا دارو ویاس و ریتالین اسمشون برای ما آشناست و همیشه درباره‌شون بحث هست. اما نکته اینجاست کدومش ایمن‌تره، کدومش کم عارضه تره، آیا تفاوت اینا فقط توی اسمشونه یا تفاوت‌های دیگه‌ای هم با هم دارن؟ من سامان خسرونژاد به عنوان یک پزشک منابع علمی رو بررسی کردم تا بتونیم این دو تا دارو رو با هم بررسی کنیم. اگر شما یا اطرافیانتون درگیر ADHD یا مشکل در تمرکز هستین، این ویدیو میتونه یکی از مهمترین انتخاب‌های داروییتون رو براتون روشن کنه. در واقع ما نمیتونیم ADHD رو به یک موضوع نسبت بدیم و بگیم همه این علائم به خاطر این موضوع هستن. اما به صورت کلی یک سری نواحی توی قشر مغز شما قرار داره که این نواحی مسئول برنامه‌ریزی، توجه، تمرکز و خودکنترلی هستش و خوراک و تغذیه این نواحی از قشر مغز شما دوپامین هستش. وقتی که دوپامین به اندازه کافی در اختیار این نواحی از قشر مغز قرار میگیره، این نواحی سیستم پاداش و توجه در مغز شما فعال میشه و شما میتونین به راحتی تمرکز کنین، خودکنترلی داشته باشین، تکانش خودتون رو کنترل کنین. اما توی تصویربرداریایی که از مغز افراد ADHD شده، دیدن آقا بابت اون مسیرهای عصبی که دوپامین رو انتقال میدن، چون که اختلال وجود داره، به میزان کافی دوپامین و ناقل‌های دوپامین توی این نواحی از قشر مغز این افراد وجود نداره، بنابراین به اندازه کافی در اختیار این نواحی قرار نمیگیره و این میشه که این افراد در تمرکز کردن، کنترل تکانش مشکل دارن و دچار مشکلاتی مثل بیش‌فعالی میشن. بنابراین میشه گفت نقص در سیستم دوپامین یکی از اصلی ترین دلایل مشکل تمرکز توی افراد ADHD هستش. ریتالین در واقع نام تجاری داروی متیل فنیدیت هستش. بنابراین بدونین که اسم اصلی دارویی که شما دارین مصرف میکنین متیل فنیدیت هستش و ممکنه نام‌های تجاری زیادی داشته باشه که یکی از نام‌های تجاریش ریتالین هستش. برای ویاس هم این داستان صدق میکنه. ویاس هم نام تجاری داروی لیزدکسامفتامین هستش. هر دوتای این داروها جزء دست داروهای محرک سیستم مغز و اعصاب شما هستند و گفته میشه تقریبا با مکانیسم عمل مشابهی فعالیت خودشون رو انجام میدن. اما به صورت کلی تحقیقات نشون داده که ویاس بیشتر از ریتالین توی افرادی که ADHD دارن برای کاهش علائمشون تاثیر داره. ویاس یا لیزدکسامفتامین یه دونه از داروهای محرک سیستم مغزه که برای درمان ADHD معمولا استفاده میشه، برای کاهش علائم بیش‌فعالی، برای کنترل تکانشگری، برای افزایش توجه و یه سری دیگه از موارد. همچنین ویاس رو توی افرادی که پرخوری متوسط تا شدید هم دارن تجویز میکنن. از طرف یه نکته هست که اینجا خیلی مهمه. من اینو میبینم که یک فردی میگه آقا من ADHD دارم و فقط شروع میکنه درمان دارویی ویاس میخوره. این درمان دارویی ابداً جواب نمیده. شما حتما مهمه که وقتی که ویاس رو شروع میکنین کنارش به صورت دائم مشاوره بشین و در کنار مشاورتون رفتار درمانی براتون صورت بگیره که بعد از اینکه یک دوره دارو رو مصرف کردین، این رفتارها و این مشاورات توی شما شکل بگیره که وقتی دارو قطع کردین علائم ADHD توی شما بر نگرده. نکته مهمتر اینه که ویاس همونطور که بهتون گفتم جزء داروهای محرک سیستم مغزه و این داروها به طور بالقوه اعتیاد آورن. بنابراین نکته‌ای که مهمه اینه که شما تحت هیچ شرایطی بدون تجویز پزشک این دارو رو مصرف نکنین، چون که اعتیاد آوره، چون که عوارض بسیاری داره. اینجوری نباشه که بگین آقا من رفیقم مشکل تمرکز داشت خورد، منم الان شروع کنم بخورم، یا کسی هست میگه من میخوام درس بخونم شروع کنم همینجوری ویاس بخورم و این سر خود مصرف کردنش طبعا بسیار میتونه برای شما به جای اینکه خوبی داشته باشه پر از آرزو و مشکلات بد باشه.
ریتالین یا همون متیل فنیدت هم جزء داروهای محرک سیستم مغزه که با تأثیری که روی مواد شیمیایی مغز داره باعث کنترل تکانش و بیش‌فعالی و علائم ADHD در شما میشه. ریتالین هم دقیقاً مثل ویاس کاربردهای دیگه‌ای داره. به طور مثال توی اختلال ADD یعنی اختلال کمبود توجه هم استفاده میشه، توی اختلال ADHD استفاده میشه که اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی هستش. همچنین توی اختلال نارکولپسی یا حملات خواب که بعدها راجبش صحبت میکنیم هم استفاده میشه. نکته مهم درباره ریتالین هم همون دو نکته‌ای هست که بهش اشاره کردیم قبلا. یکی از نکات مهمش اینه که ریتالین هم مثل ویاس گفتم چون جزء داروهای محرک به طور بالقوه میتونه باعث اعتیاد بشه، بنابراین حتما باید توسط پزشک تجویز بشه. و از طرف دیگه ریتالین هم به تنهایی جواب نیست و شما وقتی که ریتالین میخورین باید کنارش مشاوره و رفتار درمانی بشین که بعد از قطع این دارو دچار مشکلات ADHD دوباره نشین. شروع اثر ویاس حدود 1 تا 2 ساعت بعد از اینکه شما دارو رو مصرف میکنین به صورت خوراکی اتفاق میفته، چون که این دارو باید تازه وارد بدن شما بشه، یه سری فعل و انفعالات روش اتفاق بیفته تا به فرم فعال خودش درآد. بنابراین یکم طول میکشه تا اثر کنه، حدود 1 تا 2 ساعت. و این برای ریتالین یه زمان کمتریه، حدود 20 تا 60 دقیقه طول میکشه تا ریتالین شروع کنه به اثر کردن. اما داستان نیمه عمرشون فرق داره. نیمه عمر ویاس طولانیه، ماندگاریش بیشتره، پایداریش بیشتره و شما حدود 10 الی 13 ساعت توی بدن شما تاثیراتش وجود داره. و این نیمه عمر در صورتیه که برای ریتالین حدود 2 تا 4 ساعته و در فرم‌های طولانی اثرش نهایتاً 8 تا 10 ساعته. بنابراین ویاس یک دارو با شروع اثر دیرتر، طولانی‌تر و نیمه عمر طولانی‌تر هستش. ریتالین یک دارو با شروع اثر کوتاه‌تر یعنی سریعتر اثر میکنه و به طبعش هم نیمه عمر کوتاه‌تری داره. هر دارو به دنبال خوبی‌هایی که برای شما داره عوارضی هم داره که این عوارض به طبع توی داروهای سیستم محرک مغز و اعصاب میتونه بیشتر هم باشه که ما چه برای ویاس چه برای ریتالین در آینده عوارضشون کامل و به صورت جداگانه بحث میکنیم. اما یک سری عوارض تقریبا مشترکشون رو امروز بیا اینجا که بهتون نشون بدم. خب این قسمت قراره عوارض مشترک این داروها رو با هم صحبت کنیم. این قسمت عوارض داروی ریتالین میاد و این قسمت عوارض ویاس. یکی از عوارض مشترکشون اضطراب هستش که توی 17% افرادی که ریتالین مصرف کردن دیده میشه و این درصد توی افرادی که ویاس کردن کمتر هستش اضطرابشون. یکی دیگه از عوارض مشترکشون کاهش اشتها هستش که توی هر دوتاشون تقریبا یه نسبت برابری داره. یکی دیگه از عوارض مشترکشون افسردگی هستش که توی 9% افرادی که ریتالین مصرف کردن و توی افرادی که ویاس مصرف میکنن معمولا توی 10% افرادشون ممکنه اون اپیزودهایی از افسردگی رو بیشتر تجربه کنن. تحریک پذیری هستش، یعنی به شدت افراد تحریک پذیر میشن توی 7% افرادی که ریتالین مصرف میکنن که این درصد هم تقریبا توی ویاس یه حدودایی برابر هستش. یکی دیگه از عوارضشون که اگر شما به موقع مصرف نکنید، مثلا ویاس رو به موقع مصرف نکنید، مثلا شما اگر ظهر رد بشه ویاس رو مصرف کنید یا همین عارضه برای ریتالین هم هستش، بیخوابی هستش که همینطور که میبینید توی ویاس این درصد بیشتره و حدود 8% هستش. اینا از عوارض مشترک این داروها به صورت کلی هستن. نکته که خیلی مهمه درباره عوارض بدونین، این داروها توی کودکان و نوجوانان هر دوتاشون روی رشد کودک تاثیر داره. و یه نکته مهم دیگه که خوبه بدونین اینه که معمولاً ویاس به دلیل عوارضش ترک میشه، یعنی به خاطر عوارضی که میده معمولاً ترک میشه و نمیتونن افراد استفاده کنن. و ریتالین معمولاً به خاطر عدم اثر بخشیش تو طولانی مدته که افراد ترکش میکنن و دیگه استفاده نمیکنن. به طور کلی طبق سایت دراگز رو اگه چک کنین، ویاس با حدود 396 تا دارو تداخل داره و این عدد خیلی بالاییه.
برای ریتالین هم عدد کمی نیست. ریتالین هم با حدود 210 تا دارو تداخل داره. بنابراین نکته‌ای که مهمه، شما حتما تحت نظر پزشک باید این دارو رو مصرف کنید که اگر فردا روزی خواستی داروی دیگه بهش اضافه کنی بتونه به شما مشاوره بده. و یه نکته مهمتر وجود داره که وقتی شما مصرف کننده یه دارو هستین، مثلا داری وارفارین میخوری، حتما قبل از اینکه دکتر براتون ریتالین یا ویاس رو تجویز کنه بهش اطلاع بدین که متناسب با داروهایی که شما مصرف میکنین بررسی کنه که تداخلی نداشته باشن. اما یه سری داروها هستن که من میخوام به صورت کلی یه اشاره بهش کنم از این 500 تا تداخل که اینا تقریبا خیلی مهمن و حتما اینا رو باید جدی بگیرین. ببینین این دو تا دارو با اکثر داروهای روانپزشکی تداخل دارن، با خیلی از داروهای ضد افسردگی، با خیلی از داروهای ضد اضطراب، با خیلی از داروهای آنتی سایکوتیک. بنابراین حتما باید اطلاع بدین و حتما به پزشکتون بگین. از طرف دیگه با خیلی از مکمل ها تداخل دارن که از اون مهماشو بخوام بهتون بگم، با مکمل آهن و منیزیم به شدت تداخل دارن. با خیلی از ویتامین ها تداخل دارن، مثلا با ویتامین C تداخل دارن و کلی تداخل دیگه که من یه سریاش هم بازم تو کپشن براتون میارم. بنابراین این نکته که شما باید قبل از مصرف به پزشک خودتون اطلاع بدین اگر دارویی مصرف میکنین و کلا زیر نظر پزشک این داروها رو مصرف کنین، چون که با حدود 500 تا دارو اینا تداخل دارن. 3 تا مورد تداخل عادتی بخوام براتون بگم با ویاس و ریتالین که خیلی مهمه و خیلی پیش میاد میپرسن. 3 تا چیزه: الکل، سیگار، قهوه. هر ستای اینا هم با ویاس هم با ریتالین تداخل دارن و وقتی اینا همزمان مصرف میشن ممکنه باعث افزایش بروز عوارض این دوتا دارو بشه. همونطور که قبلا گفتم، ویاس اسم تجاری یک دارو به اسم لیزدگزامفتامین و ریتالین هم همینطور اسم تجاری یک دارو به اسم متیلفنیدیت و اینا اسامی تجاری دیگه‌ای دارن که قرار توی این قسمت ویدیو با هم بررسیش کنیم که اگه یه زمانی مثلا ریتالین گیر نیومد شما یکی دیگه از این اسامی تجاری دیدین بده اینم همون متیلفنیدیت و میتونید اینو تهیه کنید، یا بدون مثلا اینم همون لیزدگزامفتامینه و صرفا لزومی نیست که شما فقط ویاس رو تهیه کنید، میتونید این قرص با نام‌های تجاری دیگه‌شو تهیه کنید. بیایم بریم نام‌های تجاریشو با هم ببینیم. همونطور که گفتم اسامی تجاری مختلفی داره. حالا اولین اسمی که خیلی به گوش ما آشنا هستش ریتالین در این بسته‌بندی‌ها و یا شاید هم بسته‌بندی‌های دیگه هستش که توی قرص‌های 10 میلی گرمی موجوده. یکی دیگه از اسامی تجاری داروی متیلفنیدیت همونطور که اینجا متیلفنیدیت نوشته قرص روبیفن هستش که اینم توی قرص‌های 10 میلی گرمیش موجود هستش توی ایران. یکی دیگه از اسامی تجاریش موتوراید هستش که قرص‌های پیوسته رهش هستن، اینا که 18 میلی گرمی، 36 میلی گرمی و 54 میلی گرمیش موجود هستش. یکی دیگه از قرص‌هایی که ما داریم ریتافن هستش. یکی دیگه از اسامی تجاری داروی متیلفنیدیت که اینم قرص‌های 10 میلی گرمیش موجوده. قرص‌های پیوسته رهش 18، 27 و 36 میلی گرمیش هم موجود هستش. یه سری اسامی تجاری دیگه هستش که میتونین اگر این اسامی تجاری هم دیدین تهیه کنین داروی متیلفنیدیت رو که اونا پرکتیسا هستش، اتنتاب اکسیر هستش، کانسرتا هستش و همچنین داروی رلکسی. اینا سایر اسامی تجاری متیلفنیدیت هستن و شما هر کدوم از این اسامی تجاری رو دیدین میتونین تهیه کنین. این داستان همونطور که میدونیم برای داروی لیزدگزامفتامین که ما تحت عنوان ویاس بیشتر میشناسیمش هم وجود داره. همین داروی ویاس اسم تجاری ویاس کپسول‌های 10، 20، 30، 50 و 70 میلی گرمیش هستش که توی ایران ما 30 میلی گرمی و 50 میلی گرمی رو معمولا داریم. دو تا دیگه از نام‌های تجاری که این دارو داره ادوانس و ویوانس هستش که معمولا توی ایران نیستن. برای کسی که حالا خارج از کشور بخوام براتون تهیه کنن قرص ادوانس و ویوانس هستش که ادوانسش 30 میلی گرمی، 50 میلی گرمی و 70 میلی گرمیش موجوده و قرص‌های ویوانس 30 میلی گرمی هم موجوده. این هم از اسامی تجاری این دو دارو که باید شما بدونین که موقع تهیه به مشکل نخورین. دیدیم که هم ویاس و هم ریتالین جزو داروهای مورد استفاده در ADHD هستن که تفاوت‌های بسیاری با هم داشتن. ویاس اثرش طولانی تر بود، نیمه عمرش بیشتر بود، قیمتش گرانتر بود. ریتالین قیمتش ارزانتر بود، سریعتر اثر میکرد ولی نیاز چند بار شاید یه روز مصرف کنید.
اگر بخوام در پایان این فیلم مهمترین نکته رو خدمتتون عرض کنم اینه که شما این داروها رو فقط زیر نظر پزشک مصرف کنین، چون که سبک زندگی شما، نوع ADHD شما، بدن شما، بقیه داروهایی که مصرف میکنین، همه اینا در تعیین این که چه پزشک اصلا چه دارو براتون بنویسه، چه دارو ننویسه، چه دارویی براتون بنویسه تاثیر داره. اگر تجربه و یا سوالی درباره مصرف ویاس و ریتالین داری توی کامنت ها بنویسین تا بقیه هم استفاده کنن.